بسم الله الرحمن الرحیم. کریم آقاخان چهارم امام و رهبر مذهبی، اصلاحگر اجتماعی و حامی توسعه جهانی. کریم آقاخان چهارم امام و رهبر مذهبی اسماعیلیان نظاری و یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های جهان در عرصه توسعه، فرهنگ و بشردوستی بوده است. وی که در سال 1957 در سن 20 سالگی به عنوان امام اسماعیلیان برگزیده شد، بیش از 6 دهه است که در زمینه‌های آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی، حفظ میراث فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی جامعه محروم فعالیت داشته است. تلاش های کریم آقاخان نه تنها به پیروان اسماعیلی و محدود نمی شود، بلکه میلیون ها نفر از مردم افریقا، آسیا، اروپا و خاورمیانه از پروژه های توسعه‌ای و بهره‌مند شدند. The spirit of the knowledge society is a spirit of pluralism, a readiness to accept the other, indeed to learn from him, to see difference as an opportunity rather than a threat. Such a spirit must be rooted, I believe, in a sense of humility before the divine, realizing that none of us have all the answers, and respecting the broad variety of God's creation and the diversity of the human family. در افغانستان نیز وی نقش قابل توجه در بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و کمک‌های بشردوستانه ایفا کرده بود. زندگی نامه و تحصیلات کریم آقاخان. شاه کریم الحسینی معروف به آقاخان چهارم در 13 دسامبر 1936 در شهر ژنوی سوئیس متولد شد. او نوه سلطان محمد شاه آقاخان سوم امام پیشین اسماعیلیان و فرزند شاهزاده علی خان و پرنسس تاج الدوله بوده است. کریم آقاخان تحصیلات ابتدایی خود را در سوئیس در موسسه لوروزا سپری کرد و سپس برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه هاوارد شد. در هاوارد او در رشته تاریخ اسلامی و تمدن‌های شرقی به تحصیل پرداخت. در سال 1957 پس از درگذشت پدر بزرگش به عنوان 49مین امام اسماعیلیان منصوب شد. این انتخاب در سنین جوانی مسئولیت بزرگی را بر دوش وی گذاشت و باعث شد که به جای ادامه تحصیلات اکادمیک تمرکز خود را بر روی رهبری دینی و توسعه جامعه اسماعیلی و دیگر جامعه محروم قرار دهد. ولی آقاخان کی از شما منت طلب کردند؟ از مردم جهان کی منت طلب کردند؟ کریم آقاخان چهره طرفدار و نماینده حقیقی معنویت و روحانیت و اصالت اسلامی است. چهره که کریم آقاخان از اسلام ترسیم می کند همون اسلام است که پیامبر اسلام را آورد به عنوان رحمت و به عنوان سعادت و به عنوان نجات. مکتب اسلام وقتی که نجات خوانده می شود خیلی ها وابستگی دارد به متولی اسلام، متولیان اسلام، مبلغان اسلام. اسلامی که کریم آقاخان از آن تبلیغ می کند و در جهان ترسیم کرده است، اسلام دارای معنویت هست، دارای روحانیت هست و دارای نجات هست. اسلام خدمت هست. کریم آقاخان برای تمام ابنای بشر، برای بشر مستضعف، برای بشر فقیر و بیچاره و درمانده خدمت کرده است و این خواسته اصلی و حقیقی اسلام و از لازمه مسلمانی هست. اسلامی که کریم آقاخان امروز برای جهان ترسیم کرده است، چهره‌ای را که از اسلام ترسیم کرده است، اسلام است که
کاملا مطابقت با نسخه اصلی خود داره که او عبارت از رحمت بودن باشه، نه وحشت، نه ترور، نه تعصب، نه تحجر و نه هم وابستگی های نژادی. کریم آقا خان همچون پیامبر بزرگوار اسلام فارغ از دغدغه های نژادی برای سیاه و سفید و زنگی و برای زرد و برای همه او خدمت میکند. رهبری و اصلاحات کریم آقا خان. کریم آقا خان در دوران رهبری خود اسماعیلیان را از یک جامعه بسته مذهبی به یک شبکه جهانی از افراد تحصیل کرده و کارآفرین تبدیل کرده است. او به جای تاکید صرف بر مسائل مذهبی، بر آموزش، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و گفتگوی بین فرهنگی تمرکز کرده بود. او همواره بر نقش علم، دانش، نوآوری در پیشرفت جامعه تاکید داشته و معتقد بوده است که پیشرفت مادی و معنوی باید همزمان انجام شود. از این رو با ایجاد مؤسسات توسعه‌ای و آموزشی متعدد کوشیده است که زندگی پیروانش و سایر مردم را بهبود ببخشد. شبکه توسعه آقا خان. یکی از مهمترین دستاوردهای کریم آقا خان تأسیس شبکه توسعه آقا خان یا AKDN بوده است. این شبکه یکی از بزرگترین سازمانهای توسعه غیر اندفاعی در جهان محسوب می شود و در بیش از 30 کشور در زمینه‌های مختلف فعالیت دارد. فعالیت‌های شبکه توسعه آقا خان: آموزش، تأسیس دانشگاه آقا خان در پاکستان، کنیا، تانزانیا و سایر کشورها. ایجاد صدها مدرسه و برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح علمی کودکان و بزرگسالان. ارائه بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان ممتاز کشورهای در حال توسعه. بهداشت و درمان. ایجاد بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی در مناطق محروم. ارائه خدمات پزشکی رایگان یا ارزان برای خانواده‌های کم درآمد. مبارزه با بیماری‌های مانند سیل، ملاریا و سوء تغذیه. توسعه اقتصادی و اشتغالزایی. سرمایه گذاری در بانکداری، کشاورزی و صنعت برای ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک. تأسیس مؤسسات مالی برای تأمین وام‌های خرد به زنان و جوانان. حفظ میراث فرهنگی و معماری. تأسیس جایزه آقا خان برای معماری، یکی از معتبرترین جوایز بین المللی در زمینه معماری پنداشته می شود. بازسازی اماکن تاریخی در کشورهای اسلامی. ایجاد مراکز فرهنگی برای ترویج هنر و ادبیات. The spiritual roots of tolerance include, it seems to me, a respect for individual conscience, seen as a gift of God, as well as a posture of religious humility before the divine. It is by accepting our human limits that we can come to see the other as a fellow seeker of truth and to find common ground in our common quest. Let me emphasize again, however, that spirituality should not become a way of escaping from the world, but rather a way of more actively engaging in it. فعالیت‌های کریم آقا خان در افغانستان. افغانستان یکی از کشورهایی است که کریم آقا خان و شبکه توسعه آقا خان در آن پروژه‌های متعددی را اجرا نموده است و پس از سقوط طالبان در سال 2001 این نهاد در زمینه‌های آموزش، بهداشت، بازسازی زیرساخت‌ها و کمک‌های بشردوستانه فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است. برخی از مهمترین اقدامات در افغانستان ایجاد مدارس و حمایت از آموزش دختران و پسران در مناطق محروم
بازسازی پل سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان برای تقویت تجارت و ارتباطات اقتصادی، ساخت بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در شهرهای مختلف، تأمین کمک‌های بشردوستانه برای خانواده‌های نیازمند به ویژه در زمان جنگ و بلای طبیعی، بازسازی بناهای تاریخی مانند بالاحصار کابل، مسجد جامع هرات، باغ بابر کابل، باغ 40 ستون و غیره. امام اصل مدرن بود و کسی که مذهب اسماعیل خودش آمده بود با دنیای مدرن آشتی داده بود و سمبل تقوا، سمبل انسانیت، سمبل خدمتگزاری به مردم بود. آخوان از نزدیک میشناختم آخوان. این پل‌های 5-6 تا پل بسته رودخانه آمو ساخته شده. یادم این کارو کرده. من در افتتاح پل خواهان بودم همراه رئیس جمهور تاجیکستان. ایشان سخنرانی داشتن، آقای نجم الدین هم ترجمه میکرد و اخلاقش و تهذیبش و فروتنیش نمونه واقعا یک انسان فوق العاده تعلیم یافته به اکادمی بود. اینطور باید باشه. ما مدرن، یک مسلمان مدرن اینگونه باید باشه. کسی که هاروارد درس خوانده ولی در عین حال رهبر مذهبی است. کسی که هاروارد درس خوانده اما پیامبرش و خدایش و ادیانش هم فراموش نکرده. فیصدی اگر شمرده شود چقدر از برادران هزاره ما در سرتاسر افغانستان یا در بامیان فیصدی پیروان اسماعیلیه را تشکیل میدهد. اما شفاخانه ای که برای بامیان به همت و حمایت کریم آقا خان ساخته شده است برای کل بامیان است، اما هیچگاه از شما منتم طلب نکرد. بس زودترین وقت مجهزترین، خوبترین و معیاری ترین شفاخانه را ساخته است که در قبال آن نه دسته از جاسوسان است که برای کریم آقا خان جاسوسی کنه و نه هم وابستگی به کدام سازمان اطلاعاتی داره و نه هم کدام هدف سیاسی داره و نه هم هیچ گپ دیگر. صرف خدمت برای بشر، صرف خدمت برای بشر. در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در کانادا، در آمریکا، در هر کجای جهانی که آقا خان خدمت برای مردم میکنه جز خدمت هیچ هدف دیگر را نداره. آیا این اسلام سازگار با نسخه اولیه خود هست یا اسلام تعصب یا اسلام نژادگرا یا اسلام فضیلت‌های موهومی که فضیلت‌های موهومی را برای خود بتراشد و بخواهد و از دیگران هم تمکین. کریم آقا خان چهارم نه تنها یک رهبر مذهبی بلکه یک اصلاحگر اجتماعی، کارآفرین و بشردوست جهانی است. تلاش‌های او در زمینه توسعه پایدار، آموزش، بهداشت، اقتصاد و فرهنگ میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. وی با تأسیس نهادهای خیریه و توسعه از جمله شبکه توسعه آقا خان از بهبود شرایط زندگی مردم به ویژه در کشورهای در حال توسعه نقش کلیدی داشته است. در افغانستان کمک‌های او به بازسازی زیرساخت‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، میراث‌های فرهنگی تأثیر مثبت و ماندگار بر زندگی این کشور داشته است. فعالیت‌های کریم آقا خان همچنان به عنوان میراث فرهنگی، اجتماعی، بشری خود را به جانشینش شاهزاده رحیم الحسینی 50مین امام اسماعیلیان جهان بر جا گذاشت و نامش را به تاریخ 4 فوریه 2025 به عنوان یکی از برجسته‌ترین رهبران صلح، پیشرفت و توسعه انسانی در جهان ثبت و جاودانه کرد. Zeta